کمیته مالیات و یا انداز تاجیکستان از بانک‌های کشور خواسته است حساب‌های شرکت بزرگ مخابراتی بابیلون را ببندند تا از این راه صدها میلیون سومانی قرض شرکت از کمیته ستانیده شود. کمیته مالیات ادعا دارد که شرکت بابیلون 341 میلیون سومانی مالیات نسپرده است، ولی رهبران بابیلون میگویند دعوای کمیته بی‌پایه است و این نهاد می‌خواهد از درآمدی که بابیلون به دست نیاورده است مالیات بگیرد که این کاری غیر منطقی است. کمیته انداز در تفتیش آخرین خودش مرحله از سال 2011 12 13 در شرکت بابیلون موبایل تفتیش کرده است و گفته است که اگر شما در همین دوره نرختون 1 سوم نه 2 سوم اگر میشد من همین قدر انداز میشد با طور حساب کردگی و 217 میلیون انداز شده است، 50 میلیون فایز شده است، جریمه شده است بخشش و 73 میلیون دیگر فایز شده. شرکت بابیلون که از بزرگترین شرکت‌های تلفنی تاجیکستان است، از عملکرد کمیته انداز به دادگاه شکایت برده است. صحبت برنامه امروز در همین باره است و با همکارم عبداللهی اشور. عبدالله، اول درباره جزئیات امر کمیته انداز و یا مالیات به بانک‌های تاجیکستان میگفتی. بحث کمیته انداز با شرکت بابیلون هنوز ماه سال گذشته آغاز شده بود. کمیته انداز تاجیکستان در پی یک تفتیش کار و فعالیت شرکت بابیلون معین کرد که گویا این شرکت 341 میلیون اندازهایش رو در وقتش در سال 2011 نپرداخته است و این شرکت رو موظف کرد که 341 میلیون سومون قرض و اندازهایش رو با کمیته پرداخت کند. اما شرکت بابیلون با این ادعای کمیته انداز راضی نشد و از بالای این حکمش به دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه شکایت برد. همین طور در دو زینه، هم در دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه و هم در دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شرکت بابیلون مغلوب شد، اما از بالای این دو زینه دادگاهی به زینه بالاتر آن شکایت استینافی و یا کاساسیونی برده است. در حال حاضر کمیته انداز تاجیکستان با ارسال یک نامه به بانک‌های تاجیکستان دستور داده است که صورت حساب‌های شرکت بابیلون را محکم کنند و هر مبلغی که هست در این صورت حساب‌ها به نفع کمیته انداز فرستانند. و نمایندگان بابیلون چی میگویند؟ آیا هنوز به حساب‌های شرکت دسترسی دارند و یا آنها بسته شدند؟ نه، در حال حاضر کمیته انداز تاجیکستان به بانک‌ها نامه ارسال کرده است، اما صورت حساب‌های شرکت بابیلون هنوز بسته نیستند. این نامه روز جمعه گذشته به عنوان بانک‌ها و شرکت بابیلون فرستاده شده است. با گفته مسئولان شرکت بابیلون، آنها در 4 بانک جمهوری در تاجیکستان، دیرات بانک، اگرو اینوست بانک و کاسکامرس بانک و یک تشکیلات خرد قرضی زود عمل صورت حساب دارند، اما حالا این صورت حساب ها طرز گفتم بسته نیستند. ولی نمایندگان شرکت بابیلون میگویند در صورت محکم شدن این صورت حساب ها فعالیت آنها خیلی محدود می شود. آنها امکانی پرداختن سازشنامه هایشان را با شریکانشان نخواهند داشت و در صورت محکم شدن صورت حساب هایشان احتمال دارد حتی شرکت بابیلون مفلس هم شود. تشکر. همکارم عبدالله اشور از دوشنبه صحبت می‌کرد.